با سلام. اینجا میخوام یه چند نمونه از سرم هایی که استفاده میشه اکثرا، یعنی بیشتر از بقیه سرم استفاده میشه براتون توضیح بدم به صورت راحت و عامیانه. این نوع سرمی که میبینید یه نوع سرم نمکیه و در اندازه 500 سیسیه، یعنی نیم لیتریه. این یکی سرم قندیه، یعنی این ما بهش میگیم یه سوم دو چیز پزشکی و پرستاری. این هم یه لیتریش هست، نیم لیتری داره با 1 لیتری. اینا قندی هستن و برای مریضایی که معمولا مشکل فشار خون و اینا داشته باشه نشه سرم نمکی بهشون داد، ما سرم قندی بهشون میدیم. و این هم یه نوع دیگه سرم دکستروزه که خود قندیه. مریضایی که قندشون افتاده باشه، دیابتی باشن و بی اس و قند داشته باشن. این یکی سرم هم یه نوع سرم ترکیبیه، یعنی تقریبا میشه بگه قندی و نمکی و یه نوع سرم سیفتر و جا افتاده تر است، مثلا برای مریضای فشار خونی که به نام هافسیلین برای مریضا استفاده میشه. همه این تزریق نوع سرم وابستگی به نظر و دستور دکتر داره که ما با دستور دکتر به مریض میدیم. این نوع سرم یه نوع سرم شستشوه که برای شستشو زخم‌ها، پانسمان هایی که قبلش میخوایم شستشو انجام بدیم ازش استفاده میکنیم. روش هم نوشته شستشو که باید حتما قبل از تزریق هر سرمی روشون رو بخونیم، نوشتن غیر قابل تزریق و ما از این نوع سرم استفاده میکنیم که من چند مدل از این سرم ها رو اینجا گذاشتم براتون توضیح دادم. انشالله بقیه سرم ها رو هم بهتون میگم، ولی این قندی و نمکی و اینا سرم های مهمتری است.